صحبت کردن در مورد زنده یاد استاد ابراهیم قنبری مهر واقعا سخته، اون هم در 1-2 دقیقه در قالب شبکه‌های مجازی. استاد ابراهیم قنبری مهر که من افتخار شاگردیشون رو داشتم، از شاگرد نجاری شروع میکنند و به بزرگترین افتخارات سازسازی در سطح جهانی دست پیدا میکنند. سالها مسئول کارگاه‌های وزارت فرهنگ و هنر بودند و در رفع ایرادها و اشکالهای سازهای ایرانی خدمات بسیار زیادی دارند. سازهای جدیدی ابداع کردند و همینطور شاگردانی پرورش دادند که راهشون رو ادامه بدن. هر وقت به هر حال به هر دلیلی تلفن من زنگ میخورد و شماره ایشون میافتاد، من نمیتونستم حتی وقتی تنها بودم نشسته باشون صحبت کنم. پا میشدم به احترام ایشون میایستادم و واقعا انسان بزرگی بودن. هر وقت من میرفتم خدمتشون تا 1 هفته اصلا سرشار از انرژی بودم و با ذوق و شوق چند صد برابر من کار میکردم. آشنایی من که خدمت استاد رسیدم به لطف استاد کیوان ساکت بود. من سال 85 از ایشون خواهش کردم که من رو خدمت استاد ببرن، چون پذیرفتن و من و استاد کیوان ساکت و کیارش به سرشون به اتفاق رفتیم خدمت استاد قنبری مهر. من حاضر بودم هر مقدار در زمینه مادی هزینه کنم ایشون منو به شاگردی بپذیرن و خیلی جالب بود، انگار فکر من خونده بودن. اولین حرفی که به من زدن این بود که هیچ بحث مادی بین من و شما نیست. حالا فکر کن مثلا شما میخوای راجع به احساسم بگم. من و فرشید دوستم که سازسازی رو سال 75 با هم شروع کردیم. اولین سازهامونو که ساختیم به عشق استاد قنبری پا شدیم اومدیم تهران و یه دست نوشته ایرج رحمانپور به ما داد که بریم پیش شکارچی یه دست نوشته داد که بریم پیش صالحی یه دست نوشته داد رفتیم پیش دختر استاد قنبری و اونجا گفتن که ایشون دیگه کسی رو نمیپذیرن و خونه نشین شدن. یعنی من از استارت کارم که اولین سازم رو ساختم عشقم این بود استاد ببینم و خب نهایتا 10 سال بعدش سال 85 که با لطف کیوان ساکت استاد کیوان ساکت رفتیم خدمت استاد قنبری مهر، نمیتونم بگم چه حسی داشتم. یعنی انگار یه آدم به بزرگترین آرزوش میرسه، چون من عشق واقعی زندگی من سازسازیه و باهاش زندگی میکنم. فکر کنید به این قله وصل میشین شما و چقدر مگه میشه این حس رو توصیف کرد؟ نه واقعا. من میتونم بگم پرقدرت ترین خاطره ایه که من میتونم هر وقت راجبش حرف بزنم سرشار احساس بشم. میشه استاد قنبری